حمله در این خیابان شهر نیو اورلینز رخ داد که همیشه سیر آدم است و در روز سال نو که مردم زیادتر اینجا جمع می آیند. یک مرد 42 ساله ماشین خود را در محله فرانسوی به سمت مردمی رهگذر راند و 15 نفر را کشت و 30 کسی دیگر را مجروح کرد. ویدیوهایی که خبرگزاری رایترز به دست آورده است صحنه‌های دلخراش حمله را نشان می‌دهد. حمله ساعت 3:15 وقت محلی و در خیابان تاریخی و دوست داشته سیاحان اتفاق افتاد. یک شاهد حادثه میگوید که اول غریو ماشین و سپس فیغان مردم را شنید. صدای شکستن آهن، بدن و دیگر بود. پلیس میگوید که راننده 42 ساله شمس‌الدین جبار یک سرباز سابقه دار آمریکایی از تگزاس بوده است. به قول افسران از داخل ماشین پرچم داعش را یافتند. حمله‌ور که لباس نظامی داشته است هنگام تیراندازی با پلیس کشته شد. حالا مقامات ارتباط احتمالی او را با سازمان‌های تروریستی تحقیق دارند. مفتشان میگویند که در داخل ماشین حمله‌ور اسلحه و مواد ترکنده پیدا کردند. همچنین به قول آنها شمس‌الدین جبار ظاهراً به تنهایی عمل نکرده و جستجوی شریکان او ادامه دارد. بنا به اطلاع موجود شمس‌الدین جبار به حیث خانه فروش در شهر هیوستن کار میکرده است. 10 سال در ارتش آمریکا از جمله به حیث متخصص کامپیوتر کار کرده به افغانستان هم سفربر شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حمله را محکوم کرد و درباره حمله‌ور هم گفت. خدمات فدرالی تحقیقات به من گزارش داد که چند ساعت پیش از حمله او در شبکه‌های اجتماعی ویدیو گذاشته است که از داعش الهام گرفته از میل کشتن و کشتن گپ میزد. بایدن همچنین گفت که مفتشان موجودیت هر گونه ارتباط بین این حمله و ترکش ماشین در نزد برج ترامپ در لاس وگاس را تحقیق میکنند. داعش و یا گروهی به نام دولت اسلامی که یک زمان در عراق و سوریه ظلم و وحشت را به راه انداخت از طرف ائتلاف به رهبری آمریکا شکست خورد. به قول متخصصان این گروه هنوز هم به جلب هواداران از طریق اینترنت ادامه می‌دهد.